سلام. 16 تا خوبه دیگه، زوج به زوج میشه تمام. بابا 15 نفری بود. آره. 2 نفر 2 بار حساب ارشیا تو بهتر میگرفت به قرآن. اون ارشیا همه چی فیلم میگرفت. تو اینجا نشستی واسه من. تو رو قرآن آقا اینو پر نکن. مسابقه نمیتونم سلام علیکم. ببخشید. رفتم می‌خواستم این ماشینم چیز اومده بود براش. هر کس سلام. حسن چیز که اینو نگیر که بابا بگیرم خواب بقیه‌شو بگو. تو رو قرآن این دوربین یکی از دست نمیگیره اصلا رو خورد می‌کنه نشست. خیلی مخلصیم به مولا. میشه یه بار دیگه جو فاز بگی. دیگه یه توضیح بده الان راند اول بین کیه میخوان چیکار کنن؟ آقا راند اول هنوز قرعه کشی نکردیم بین کیه. اوکی پس بریم قرعه کشی. بتل دوم پولاپ نسبتا بچه‌ها بیشتر اومدن. بتل بالتری میشه به نظرم. الکی. آره. البته فیلم بردارمون یه ذره ناقصه نسبت به اون هفته. هر خداتون باشه. چی میگه؟ موز. آدم تو محدودیت ها ستاره میشه. تایم قرعه کشیه. آقا جمع شین دیگه، همه بیاین میخوایم برنامه‌تون رو ببینیم. جمع شین. حاجی یو مانی حاجی من میگم مسئله تا سقف دومو نزده شروع کنیم. مسئله چیکار میکنی؟ مسابقه داریم آقا همه جمع شین. برادرانی که میخوای شرکت کنن مرحله اول. آقا گوش میدین؟ مهران من گوش میدین؟ همه یه رو برو اون ور دیگه من بیشتر چی؟ مرحله اول ببین الان یه دقیقه حساب کنم این چند تا مرحله میشه؟ مرحله اول 30 تا پولابه هر کی زودتر بزنه. تایم هم نداره. نه آمبروکن نی. منتها یه اصول چیزیه، پا نباید بزنی، زانوت نباید کیک بشه، یه ذره خم شدنش اشکال نداره. یه ذره زیاد نه کامل نباید جمع. یه ذره خم شدنش اشکال نداره ولی کیک نباید بشه، ضربه نباید بخوره. یه ذره نباید جمع بشه کامل. بعد بالا که میری چونت باید رد شه، چونت رد نشه رپت شمرده نمیشه. یعنی مثلا تو رپتو میزنی داور داره میشمره 1 2 3، اونی که چونت رد نشه رو داور نمیشمره. یعنی وقتی نشمرد بدون که چونت رد نشده رپت قبول نیست. پایینم که میای آرنجت باید کامل صاف بشه. آقا کامل صاف نشد شمرده نمیشه. اگر اینجوری بزنید به ضرر خودتونه. الان من یارو میگم ما دوباره میریم که سر مسابقه باز دوباره نصفه میاد پایین میرید بالا بعد میشه نمیشمره. راند دوم 1 دقیقه تایم. مثلا پولوچین هم میگه اختیاریه. آره پولوچین هم اختیاریه. یعنی هر کی دوستاش میتونه چیناپ بزنه، هر کی دوستاش میتونه پولاپ بزنه. ولی آره نمیتونید مثلا بگی آقا یه دونه پولاپ میزنم یه دونه چیناپ. یه دونه یعنی چیناپو که انتخاب کردی تو راندت که چیناپ بزنی دیگه باید چیناپ بزنی. یعنی یه دونه من 5 تا چیناپ زدم خسته شدم برم اون پولاپ نه. تا چیز بعدی راند بعدی دقیقه است. 1 دقیقه تایمه. تو این 1 دقیقه هر کی بیشتر بتونه بزنه ولی خب باز کلین دیگه کلین نزنید شمرده نمیشه. راند سوم آمبروکنه. یعنی چی تقریبا نیمه نهایی میشه دیگه فکر کنم اگه سوم چیز بشه. نیمه نهایی آمبروکنه یعنی شما آویزون میشی تاچ هم داره. داور کنارت پایین که میای کامل که آرنجت صاف بشه داور تاچت میکنه بعد میری بالا. قبل از تاچ داور بری بالا رپت حساب نیست. بیای پایین آرنجت هم صاف نشه که داور اصلا تاچ نمیکنه یعنی باز به ضرر خودت. پس باید شما پایین که میای داور که تاچتون کرد برید بالا. بادی ویته؟ آره بادی ویت. لازم یه دست آویزونش دوباره بگی چی؟ جفت دست باید آویزون باشه. آره. چقدر مهران حرف میزنه. بچه بیا پایین. وایسا یه دقیقه
تطلع مناطق محروم. یه بار دیگه قوانین رو سر میله توضیح بده. قوانین شونتون کامل از میله رد شه، پایینم میاید آرنج صاف، پا جفت، زانو خم نشه، کیک نکنید. زنده نزنید. یکم خم شه اشکال نداره ولی خیلی جمع نشه. ولی اینم کیک کنه یه ذره هم خطا، یعنی کیک شد خطا بگیر. ولی نه یه ذره همون اول آروم خم شد اشکال نداره. 30 تا هر کی زودتر بزنه. تایم هم نداره. اوکی 3 رو که گفتم میتونید آبزوشی شروع کنید. 1 2 3 ای وای به محمد ایدلی ای وای به محمد ایدلی صد وای به محمد ایدلی ای که نشونه ای علوم من ای که نشونه ای علوم من نوکر جاسو تو علوم من و نوکر جاسو تو علوم من ای وای به محمد ایدلی صد وای به محمد ایدلی من غلو با فور من برای شدم ماهی دوده برقرار شدن داغ و اسیره با فوره شده همدم من خواست و دوال و من غله ای وای به محمد ایدلی در همینجا 2 3 ای وای به محمد ایدلی ای وای به محمد ایدلی صد وای به محمد ایدلی ای که نشونه ای علوم من ای که نشونه ای علوم من نوکر جاسو تو علوم من و نوکر جاسو تو علوم من ای وای به محمد ایدلی صد وای به محمد ایدلی من غلو با فور من برای شدم ماهی دوده برقرار شده داغ و اسیره با فوره شده همدم من خواست و دوال و من غله ای وای به محمد ایدلی زد وای به محمد ایدلی یعنی نه یه ذره چی میگن؟ هیچی بلد نیستی بعد یه چیزی نه تو نکنی طور بعدی هم بین یاشار و احسان بود که یاشار برد مثلا یه جوری بخوایم که آره انگار اصلا تو بابا ای بابا خوبه آقا خوبه ویدیو تنز 1 2 3 ای وای به محمد ایدلی ای وای به محمد ایدلی صد وای به محمد ایدلی ای که نشونه ای علوم من ای که نشونه ای علوم من نوکر جاسو تو علوم من و نوکر جاسو تمام بیا بابا بیا علی آقا گمون بریم بس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
علی نظرت در مورد رقیبت چیه؟ ببین با اختلاف کم میبازم. با اختلاف کم؟ با 10 تا اختلاف. خب بیا چیز وایسه. آمرم کاریو خوندم. نظرت در مورد رقیبت چیه؟ با نظر ما حرفا رو تو زمین میزنیم. آنابلا. بیا شایانو دایی یه دقیقه دیگه. آره. چی کاری کرد؟ یه ذره جدی آقا یه ذره جدی باشه زهر فان میام جدی باشه آقا عالیه بریم داوریو 1 2 3 ای وای ای وای به محمد ایدلی ای وای ای وای به محمد ایدلی زد وای ای وای به محمد ایدلی ای که نشونه ای حلوم من ای که نشونه ای حلوم من نوکر جاسو تو حلوم من نوکر جاسو ای برو به چشمالا شده 3 2 1 تمام بریم آره یه بار دیگه بایستی میشه تو ببن اوکی بریم یک 2 3 ای وای ای وای به محمد ایدلی ای وای ای وای به محمد ایدلی زد وای ای وای به محمد ایدلی ای که نشونه ای حلوم من ای که نشونه ای حلوم من نوکر جاسو تو حلوم من نوکر جاسو تو حلوم من ای وای ای وای به محمد ایدلی زد وای ای وای به محمد ایدلی یه ذره اگه ممکنه جدی‌تر جذاب مسابقه بزن بیاید داور بگیر اگه شد فقط داور بگیر میخوام من خدا کلیست من گفتم آره بزن با انصاف پا ضربه نزن با پاچه بزن چه با آنوش فرمز حسینان دیگه چونتون هم نش 1 2 3 ای وای ای وای به محمد ایدلی ای وای ای وای به محمد ایدلی زد وای ای وای به محمد ایدلی ای که نشونه ای حلوم من ای که نشونه ای حلوم من نوکر جاسو تو حلوم من نوکر جاسو تو حلوم من ای وای ای وای به محمد ایدلی زد وای ای وای به محمد ایدلی اکبر 29 اکبر ماشاءالله بخندی یه جوری میزنمتون گریه کنید
وایس من ناکن اینجوری دایی با کی؟ یک دو کاملا سه ای وای به محمد ایجادی ای وای به محمد ایجادی صد وای به محمد ایجادی ای که نشونم ای علوم من ای که نشونم ای علوم من نوکر جاسو تو باشون من و نوکر جاسو تو باشون من ای وای تمام ایوه در مورد دور دوم توضیح بده. دور دوم خیلی فرق خاصی با دور اول نداره، فقط تایم 1 دقیقه، هر کی بیشتر توی 1 دقیقه بزنه. هر کی بیشتر توی 1 دقیقه پولاپ یا چیناپ بزنه. آره دیگه فرقی نداره، یا پولاپ یا چیناپ، ولی جو فقط یک رو باید بزنه. یعنی نمیتونه بگه من 10 تا مثلا چیناپ زدم بذار پولاپ بزنم، فقط یک. اوکی. آقا بچه‌ها بیرون به دست بزنید. آره اینا دیگه لازم نیست. خیلی کار زشتی شده. تواضع حاجی بریم. آقا 1 سانت این ور اون ور شید، 1 سانت پا بزنی یعنی پاشون تکون خورد نمیشوری، تکون خورد نمیشوری، تکون ها تکون بخوره نمیشوره، تکون بخوره نمیشوره، آرنج یه ذره خم باشه نمیشوره، شونت یعنی یه اپسیلون هم اول راند دوه میگم چرا یه اپسیلون هم رد نشه نمیشورم. یک علی تایم آسود. آره شما گفتم بزن. اینو کامل آیاشو نمیگیره. تایم تو. یک دو سه. اینو کامل. ای وای به محمد ایجادی ای وای به محمد ایجادی صد وای به محمد ایجادی یک. تمام. اینجا یاشا. فیس آف. آفرین. امیر آقا نزدیک. رفتم بسا امیر آقا باید تو حرم باسه بوده نزدیک. 2 3 یک. عالی. جدی نزدیکتر پوریا. نه همونجا. آفرین شما بیا نزدیکتر. در حد لمس. 1 2 3 ای وای به محمد ایجادی ای وای به محمد ایجادی صد وای به محمد ایجادی 3 2 1 تمام. پوریا. اینو میپری شما اینو نگه می‌داری. ایوه. آقا بپیدم بالا دسته حسین مانی. ما چون بعضی‌ها ضعیف‌تر بودن مسابقه داخل باشگاهی بود، اونایی که نسبتا ضعیف‌تر بودن خیلی سعی کردیم قوانین رو روشون سخت نگیریم که آدم انگیزه‌ها بیشتر شه، هم رفاهشون بیشتر شه بشه.
مایوس نشه. بزن تو گوشه، بزن تو گوشه. بریم. ماشاءالله. آره داغا داری. فقط به تمام. داره چون میگه. چه یه کوچولو نشه. سه. ای وای به محمد ایجادی ای وای به محمد ایجادی داد وای به محمد ایجادی 22. سمقدم رد نشد. چند 22. تموم شد؟ ماشاءالله. آی شادمانی. اصلا تایم استراحت نداشتن یک کله زدن. یه اینجا. آقا میخواد چیکار کنیم؟ امام دست بگو آقا من با تو درد دارم. من نمیدونم چرا اینجوری فکر می‌کنی. الان مثلا این حرف چیه آخه؟ خب بچه رو گوش نمیدی. نه. حافظ تو قیافه خودت موقع باک بدنم میده نمیدی. سه دوره مسابقه برنامه‌اش می‌کنی. حسین تو هم مثل پوریا بودی میپریدی من آخری بودم میپریدی بعد چی میشه بعد چون باشه وقتی آرنجت اینجوریه بارم چون سلام بگو. مانی مهران الان واسه نیمه نهایی چقدر فرصت داری؟ 10 دقیقه است یه آنتراک میدید بچه ها استراحت کنن بعدش میریم نیمه نهایی هم آمبروکنه آمبروکن بگو یعنی چی؟ آمبروکن یعنی دستت نباید میله جدا شده دستشون وقتی آویزون میشن نباید بیان پایین زمانی که دستشون از میله جدا نشده میتونن رپ بزنن هر جا دستشون از میله جدا شد دیگه تمام شاید من دوباره دورم باشه مانی با مهران شایان و پوریا قیافم مچاله شد مانی با مهران آقا آمبروکن این یزید آمبروکنش خوبه نزدیکتر بوس عضلات این داره پاس میده تو دیلی صاف شد تاچ کن ولی عجله هم نکن بذار صاف شه بعد راجع دوست داریش یه کامera موقع به کلش باشون بابا کمرشو تاچ کن اینجا بیا وقتی آویزونی اینجا رو تاچ کن 1 2 3 ای وای به محمد ایجادی ای وای به محمد 14 پوریا اولش خراب کردی خیلی نمیذاشتی اصلا من ببین هر روز یکی از بازیکن‌های فینال شایان اون یکی هم بریم ببینیم مشکلتون بعد اصلا نمیدونم چرا گوش نمیدونم که من میگم فلان داستانه کامل برید بالا کامل بیاید پایین فلان کنی اینا رو گوش نمیدی الان مثلا حسین هم همین داستانش بودی حسین خودش فکر میکنه صاف شده بعد مثلا مدرس اصلا داور یعنی همیشه من اینو میگم تو یه جوری باید اون کاری که میکنی انجام بدی 0 تا 100 که داور اگرم باز خواست کنده بازی در بیاره تو آقا بگی آقا تو بگی که آقا چیز کن چی میگم ویدیو چک بگیری بعدش معلوم میشه دیگه یعنی تو اگه اون داستان شمساره رنگ تو برادر داداش بزرگتر داداش کوچیک‌تر بابا قشنگ نگاه کنین هم دیگه رو ای وای به محمد ایجادی ای وای به محمد ایجادی داد وای به محمد ایجادی دیگه نشونه کجا میخوای بری؟ 19 ول کردی مانی چند تا؟ مانی 19 3 تا نفس این نرسه یعنی با برو چه فینالی بین شایان و وایسا یه بار دیگه
فیلم‌ها رو نشون بدم داداش، فیلم‌ها رو کجا نشون بدم پس؟ الان یه رو تخته توضیح بده قرار چیکار کنم. ببین الان بر حسب وانار ام چیزا کسایی که رسیدن به فینال، مثلا وانار ام شایان 60. وانار ام چیه؟ آقا 30 بار توضیح دادم وانار ام یعنی یک تکرار بیشینه. یعنی مثلا الان ویتد پولاپ ما داریم میگیم، یعنی وزنه‌ای که اون شخص میتونه یک بار اونو تکرار کنه. ببین میفهم چی میگی ولی متوجه تو مشکل از توئه دیگه. ببخشید بگید واسه مانی 30 کیلو، واسه شایان 60 کیلو، تقریبا نصف میشه. الان شایان با 10 کیلو اگر بزنه، هر یک رپی که با 10 کیلو بزنه یک امتیاز براش حساب میشه. با 20 کیلو اگه بزنه هر یک رپش 2 امتیاز حساب میشه. 33 40 4 55 60 کیلو 10. یعنی وانار امشون امتیازش 10. شایان هم دقیقا مانی هم دقیقا نصف این داستانه دیگه. یعنی 5 کیلوش یک امتیازه، 10 کیلوش 2 15 24 25 5 30 هم 10. حالا هر کی دیگه بر حسب وزنی که انتخاب میکنه تعداد بزنه امتیازش بر چیز میشه دیگه. اون خودت میگی. ببین حالا حساب کنیم مثلا آره خودم با 10 اوکی. بذار با الان چیز میکنم. برو برای زن آقا اومد من دست بشید کنم. آقا یه چیزیه اینم بگیر. اینم تاچه ها. اینم تاچه. آره. الان واسه فینال چند دقیقه استراحت دارم؟ 10 دقیقه یه رول بستی به خودشون. خب ببندیم. شل کن بابا شل کن. آره. 20 چند بود؟ برای چی؟ برای اون دو. آقا جایزه برنده چیه؟ البته جفتشون کربو به درشون می‌خوره دیگه. یک کربو. یک عدد کربو. بعد 3 ماه بازگشت تاندون جلو بازو، تاندون پایین جلو بازو. تاندونت هم نشون بده. اون موقع سعی نمی‌دونی خودت کدوم بره. پیک بازو رو نگاه کن. پولیا واسه تو ما استودیو. مزید رو باید بزنم، مزید رو برای فینال دیگه کی رو باید اون برای مهران وایسه دیگه. مانی اون یکی دیگه وایسه. 2 3 1 تاچ کنم 2 3 4 تاچ کنم 5 پاتو نذار زن مانی. چرا همبورکر نیست؟ نه درسته. بمیزنه بهش. آره کار کن بگو. آقا چی کارت؟ حساب کن. تایم داریم آلی مثل تا آخرش هم میگم چیه. چند تا 30 ثانیه 11 تا 12 هر چی نه مانی یه دونه اصلا جنم کن. آبا تایم یه دقیقه کم کن 13 اصلا جنم کن. برو یه ماساژ بده شایانو. بکن یه دونه زور جایز برو که آموزون نبودیم. نه با عجله نکن یه چی میدونم که دارم بهت میگم. رب شد حسین؟ عجله نکن. باز من یه رب سه من دارم میشمارم آسان هست. خیلی هم داریم. قانه نشد. یه دونه خوبه زور. زور. بکن زور. دیگه نرو. این مری بکن 20 ثانیه. بکن یه تا خوب بکن زور. رب شد؟ چند؟ عجله نداشته 13 چند ثانیه؟ 8 حاصله به خود بیا 6 بردی یه دونه آخرش 5 4 3 2 ماشاءالله.
نه این سه 16 با 16 این سه 18 تا دونه 18 تا میشه ضرب در 2 آره اینجا شاید آقا راست بزن او وسط حواست بود آفرین چند تا شد چی؟ 15 16 ضرب در 3 میشه چند؟ 48 شایان 18 ضرب در 2 18 ضرب در 2 گفتم 36 آقا سعید تو هم اونجا بله بده اول بیا شایان این برای چنگه این برای باشه اوه ولی ماشاءالله مانی آقا مسابقه امروز هم آره به چی داداش تو شل کن چرا دور میاد بچه این کارو کاری کی بوده یعنی از حسین این کارو کرده فشار کی رو کی بالا بوده فشار مانی و یعنی شایان منظورش خب آقا مسابقه امروز هم تموم شد مانی اول شد دست گذاشتی رو شونه حسین کاپ احمد بخواد دیگه مانی اول شد راند فینال یه ذره متفاوت بود بعد خدا رو شکر مسابقه خوبی و خوشی برگزار شد با تشکر از آقای فیلمبردار و بقیه بچه‌ها دمتون گرم همین برنده چه حسی داری الان یک عدد کربو میخوای بهش بدی سعید؟ یک عدد کربو مانی رو میبینید؟ نه پیدا بچه نکن بازن هنگاه خدایش یه عوض شما خودم ریدم